با سلام به دوستان. من خواستم یک ویدیوی کوتاه دیگه رو اینجا پر بکنم در پاسخ به اینکه سازمان اومده عکسی و مطلبی از مادر من منتشر کرده و در اونجا یک به اصطلاح یک کتاب قدیمی که به اسم مادرم چاپ شده رو دوباره بازنشر کردم به اسم شرافت به یغما رفته، که این کتاب مثلا حدوداً 4-5 سال حداقل فکر میکنم 4-5 سال پیش چاپ شده و این خودش نشانگر اینه که سازمان هیچی نداره، هیچ چیز جدیدی نداره و موفق نشده که مادر منو دوباره مثل اون زمانی که ما رفتیم آلبانی به پای میز مصاحبه بکشونه و ازش فیلم بگیره و علیه من خلاصه ازش استفاده بکنم. این موضوع کتابم که خب همش دروغ پردازیه، از طرفی ادعا میکنه که البته میگم نوشته خودش نیست، دیکته شده است من فکر میکنم، یا این جنایتکار محمد علی توحیدی که یکی از سرکرده های این سازمان نوشته این کتابو، یا خود رجوی این مطلب رو نوشته. به هر صورت دروغ‌های از قبیل این که امیر یغمایی هیچ وقت کودک سرباز نبوده. خب ببینید، اسناد و مدارک اونقدر زیاده، من هم فیلم دارم، هم عکس دارم، هم شاهد دارم و انواع اقسام مدارک و اسناد دارم که اصلا خنده داره که شما میای اینجا و میخواین این حقیقت رو انکار بکنین که من کودک سرباز بودم. نکنه میخواین به این که من اصلا بر نگشتم عراق و هیچ وقت سلاح به دست نگرفتم. از طرفی هم مدعی شدن که پدر من فردی بوده که منو به زور میخواسته بفرسته عراق و مادر من اصلا مخالف این موضوع بوده. خب ببینید، من خودم نامه های دست نوشته مادرم رو دارم که در سن 13 سالگی برای من فرستاد و اونجا در واقع از جمله نوشته که تنها آرزوی من این هستش که تو رو در لباس رزم ارتش آزادی بخش ببینم. این چیزایی هستش که من چاپ نکردم و منتشر نکردم و دلیلی هم نمیدونم که اینا رو الان منتشر بکنم و اینکه سازمان مخالف کلا رفتن من به عراق بوده و جلوی اینو خواسته بگیره. اصلا اینطوری نیست. از طرفی یه چیزی چاپ کردن که پدر من خلاصه موافقت کرده با رفتن من به عراق. ببینید، پدر من و اون نوشته رو من کاملا توی مصاحبه‌ام با میهن تیوی توضیح دادم. شرایط خیلی پیچیده‌ای بود، از جمله اینکه مادر من فشار می آورد، خونم نصف حق من بر مادرم بود و اونم حق داشت نسبت به من. از طرفی پدر من عضو شورا بود، از طرفی خب این محسن رضایی و سازمان خب ماها بچه ها رو مخشویی کرده بودن و من فشار بیش از حد به پدرم می آوردم که خلاصه منو موافقت کنه که برم عراق. دعواهای زیادی با پدرم داشتم، از جمله و اینکه خب بودنش در شورای ملی مقاومت خب محدودیت‌هایی هم براش داشت که نمیتونست بر علیه خط و خواسته های سازمان عمل بکنه. اینا همه حقایقی هستش. و بعد اینکه سند اون نوار صوتی که قسمت‌هایش هم در فیلم مستند ما هست که پدر من با هوشیاری کامل 1 هفته قبل از اینکه خلاصه من برم عراق من آورد خونه و با من مصاحبه کرد حدوداً 1 ساعت و نیم 2 ساعت و در این مصاحبه کلی از من سوال کرد که چرا میخوای بری؟ مگه من برای تو کم گذاشتم؟ آیا کم بودی اینجا داری؟ میدونی اگه بری من دیگه برات کاری نمیتونم اونجا انجام بدم، ممکنه کشته بشی، مجروح بشی. و من جوابهایی که میدادم همه جوابهایی بود که خلاصه سازمان کرده بود تو سر من، از جمله این که من میخوام یک رزمنده آزادی بشم، من برام مهم نیست که کشته بشم، من روی تصمیمم خلاصه خیلی مطمئن هستم و از اینجور چیزا. و این خودش سندی است برای اینکه پدر من واقعا در تا آخرین لحظه حتی تلاش میکرد که نظر منو عوض کنه و جلوی رفتن منو بگیره.
ولی نکته‌ای که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که این موضوع فردی نیست. حالا شما میان یک سند از پدر من میذارین که اصلا هیچ توضیح نمیدین توی چه شرایطی نوشته شده. من سوالم در قبال شما اینه که بچه های دیگه ای که رفتن پس چی؟ اونهایی که خلاصه پدر مادرشون کشته شده بودن تو سازمان، اونا چی؟ اونایی که پدر مادرشون زیر رفتنشون امضا نکردن و موافقت نکردن چی؟ کم نبودن، حدوداً 150 تا از بچه های ما در سن کودکی از اروپا و آمریکای شمالی به عراق منتقل شدن در اواخر دهه 90 میلادی. آیا تمام آنها پدرشون امضا کرد که برگردن؟ موضوع من نیست، اشتباه نگیریم. موضوع جنگ من نیست. موضوع خیلی وسیع‌تر از اینه. موضوع اینه که سازمان به طور سیستماتیک بچه ها رو به کودک سربازی گرفته. و اینم بهتون بگم، جنگ من با مادرم نیست و با بچه های خود ما که از کودکی با اونا آشنا بودم نیست. سازمان مجاهدین میخواد با کشوندن مادر من تو این صحنه جنگو فردی بکنه. یعنی همونطور که تو دورانهای طلا شوهر رو علیه همسر و خلاصه زن و علیه شوهر و شوهر رو علیه زن به جون هم انداختن و حتی افراد رو مجبور میکنن که به هم بگن استفراغ خوش شده و مردا به زنهاشون بگن افریته. شما هم الان میخواین مادر منو بیاریم اونجا که من علیه مادرم موضع گیری کنم؟ من این کارو هیچ وقت نخواهم کرد. و همونطور هم که قبلا اومد تو مصاحبه و تو تلویزیون سازمان علیه من صحبت کرد و گفتش که حتی من حق ندارم بعد از مرگش قبر اون رو زیارت بکنم. من اومدم در پاسخ گفتم که من هیچ فکر منفی در مورد مادرم نمی کنم و حتی از دیدنش توی تلویزیون خوشحال شدم چون از سلامتش مطمئن شدم. خب جنگ من با مادرم نیست، جنگ من با بچه های ما که روزی با هم در کنار هم بودیم یا در کودکی از کمپ اشرف با هم بودیم. جنگ من با اونها هم نیستش. پس اشتباه نکنین، فکر نکنین که من تمرکزم رو الان میبرم جنگ بین افراد مختلف. نه، صحبت من با خود سازمان و در رأس اون خود مسعود و مریم رجویه که تمام سیاست ها و خط و خطوط سازمان از اونجا سرمنشأ میگیره و منحرف کردن این موضوع و اینکه ما رو به جون همدیگه بندازین، اینو خلاصه به شکست مواجه خواهیم شد، چون ما به جون هم نخواهیم افتاد. ما همچنان تمرکزمون روی پاسخگویی رهبر سازمان هستش. من حتی توی یکی از مصاحبه هام که با میهن تیوی داشتم گفتم من هیچ انتظاری از سازمان ندارم. من یک عذرخواهی رسمی از رهبری سازمان به بچه های ما که زندگیشون از هم پاشید، خیلی هاشون بهشون تجاوز شد، خیلی هاشون زیر ضرب و شتم داغون شدن، خیلی ها که در سن کودکی به عراق دوباره فرستاده شدن و کودک سرباز شدن، نقض عضو شدن، کشته شدن. شما با آنها یک معذرت خواهی بدهکارین. سازمان مجاهدین و رهبری آن هیچ وقت در هیچ مرحله‌ای هیچ وقت از خودش انتقاد نکرده و هیچ وقت هم عذرخواهی نکرده و من میدونم که این کارم نخواهد کرد و من تنها خواستم از اونا همین بود، یک کلمه بیاین عذرخواهی کنین، چیزی که شما به ما بدهکارین. نمی کنین این کارو، ما تا آخر خط با شما خواهیم رفت. به قول سارا در مصاحبهش، سارا معین که کارگردان ما بود، گفت
ما به سنی رسیدیم که خانواده تشکیل دادیم، موفق هستیم، البته همه بچه ها نه، ولی ما حداقل اون 4 نفری که تو این فیلم شرکت داریم و به نقطه از زندگیمون رسیدیم که میتونیم برگردیم و به گذشتمون نگاه کنیم، بسنجیم، ارزیابی کنیم و مهمتر از هر چیزی اون را مورد نقد قرار بدیم و به طور باز در موردش صحبت کنیم و این کار رو خواهیم کرد. این جزوی از زندگی ما هستش، این جزوی از بدهکاری ما به اون بچه‌هایی هستش که الان صداشون دیگه وجود نداره یا نمیتونن یا جرأت نمیکنن یا دیگه نیستن تو این دنیا که حرفی برای زدن داشته باشن. من اینو وظیفه خودم میدونم که صدای اونها باشم، چون خیلی هاشون از نزدیک میشناختم و الان در میان ما نیستن. شما باید پاسخگو باشین. پس اعضای خانواده رو به جون همدیگه نندازین. مرد باشین، زن باشین. یک بار هم که شده بیاین و از خودتون انتقاد بکنین، معذرت خواهی بکنین. اگر راست میگین اسنادی که ما در سن کودکی امضا کردیم 7-10 تا کاغذ جلوی ما گذاشتین و شهادتنامه از ما گرفتین که از جمله متن چاپی نوشته بودین من این جانب، بعد باید اسممون رو مینوشتیم، مثلا امیر یغمایی قسم میخورم که تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خونم در راه سازمان مجاهدین زندگی کنم و به شهادت برسم. اگه مرد و زن راه هستین، اگه میخواین سند رو بکنین، اینها رو بکنین، اینها رو که دارین. نیاین اون چند خطی که پدر من در استیصال کامل و در اجبار کامل از طرف فشار سازمان، فشار مادرم، فشار خود من 14 ساله که در واقع اونو مجبور کردم که اینو امضا بکنه، نیاین اونها رو بکنین. دروغ نگین، لاپوشانی نکنین. تمام حرف من با شما اینه و کارو بیش از حد برای خودتون خراب نکنین. هر چقدر شما از این حرفا میزنین، هر چقدر از این چیزا منتشر میکنین، من یکی بازنشر میکنم، چون که به ضرر شماست، به ضرر شماست و حقیقت گفته های ما رو نشون میده. حرف من تا اینجای جریان با شما در همین حده. کمی فکر